اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و انستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سالم عمرов با اندوه گران از درگذشت عالم شناخته تاجیک سابق نایب پرزیدنت اکادمیا اکادمیک مومنوف حکمت حلیموویچ خبر دادند درباره علت مرگ اکادمیک مومنوف که همگی 55 سال داشت چیزی گفته نشده است. حکمت مومنوف از دانشمندان اعتراف شده تاجیک در عرصه فیزیک به شمار می رفت. اسپرانتورا را در مرکز مشهور فیزیک هسته‌ای دوبنا ختم کرده و رساله نامزدیش را نیز سال 1992 در دوبنا در سن همگی 26 و رساله دکتریش را نیز در همانجا سال 1996 وقتی که همگی 30 سال داشت دفاع کرده بود. او یکی از جوانترین دکترهای علم تاجیک بود. اکادمیک مومنوف بهار سال روان به سبب بیماری از مقام نایب پرزیدنت اکادمی استعفا داده برای طبابت به روسیه رفته بود و در پژوهشگاه فیزیکای هسته‌ای دوبنا کار میکرد. حکمت علیموویچ مومنوف دکتر علم‌های فیزیک و متماتیکا دارنده جایزه دولتی به نام اسماعیل سامونی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک، اعلاچه معارف جمهوری تاجیکستان دارنده جایزه دولتی به نام ابالی ابن سینا در ساحه علم و تکنیک در بخش علم‌های فیزیک و متماتیک، خیمیا، گیولوژی و تکنیک، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بود. اکادمیک حکمت حلیموویچ مومنوف 14 سپتامبر سال 1996 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. سال 1983 مکتب میانه رقم 60 و سال 1988 رشته فیزیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را با دیپلم سرخ ختم کرده بود. او سالهای 2017-2020 همچون نایب پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و رئیس شعبه علم‌های فیزیک و متماتیک، خیمیا، گیولوژی و تکنیک اکادمی بود. به سبب بیماری وزنین و طولانی از ماه اپریل سال 2021 با خواهش خودش او را همچون سرخادم علمی انستیتوت فیزیک و تکنیک به نام عمرов برای طبابت و هم پژوهش علمی به انستیتوت متحده تحقیقات یادرویی دوبنا فرستادند. مکتب علمی اکادمیک حکمت حلیموویچ مومنوف یکی از شاخه‌های پرمسئول مکتب‌های علمی شهر دوبنا به شمار می رود.